سلام دوستان. تو این قسمت از نقد و بررسی های بروکرزفا میخوایم در رابطه با بروکر HYCM صحبت کنیم. HYCM یه شرکت کارگزاری بین‌المللی تو بازار فارکس و معاملات مالیه که از سال 1977 فعالیتش رو شروع کرده. این بروکر تو این سالها تونسته به یکی از با سابقه ترین و معتبرترین بروکرهای دنیا تبدیل بشه. خدماتش شامل معامله جفت ارزها، طلا، نقره، نفت خام، سهام شرکت‌های بزرگ و حتی ارزهای دیجیتاله. فرقی نمی‌کنه تازه کار باشی یا حرفه‌ای. HYCM برای هر سطحی امکانات و حساب‌های مختلفی داره. با اینکه این بروکر یه شرکت جهانیه، اما خدماتش برای کاربران ایرانی هم مناسبه و حتی وبسایت و پشتیبانی فارسی داره که این خیلی برای ماها راحت ترش کرده. HYCM چند نوع حساب معاملاتی داره که هر کدوم برای یه دسته از معامله‌گرها مناسبه. حساب فیکس با اسپرد ثابت برای کسایی خوبه که دنبال پیشبینی پذیری هزینه ها هستن. حساب کلاسیک با اسپرد شناور بیشتر به درد حرفه‌ای هایی میخوره که میخوان تو ساعات اوج بازار فعالیت کنن. حساب راو مناسب اسکالپرها و کسایی که حجم معاملات بالا دارن. این حساب اسپردهای خیلی پایین داره اما کمیسیون جداگانه میگیره. برای سرمایه گذارهای بلند مدت هم حساب HYCM اینوست رو پیشنهاد میکنم که بدون اهرم و کمیسیون میتونی سهام شرکت‌های بزرگ رو بگیری و نگه داری. یکی از بزرگترین مزایای HYCM تنوع بالای نمادهای معاملاتیشه. بیشتر از 340 ابزار مختلف از جفت ارزها گرفته تا سهام، طلا، نفت خام و حتی کریپتوکارنسی تو این بروکر قابل معامله. برای ما ایرانی ها پشتیبانی فارسی و امکان استفاده از اهرم تا 1000 برابر یه ویژگی خیلی مهمه. همینطور این بروکر اسپردهای رقابتی ارائه میده که باعث میشه هزینه معاملاتت کم باشه. یه ویژگی دیگه اینه که سرعت اجرای معاملاتش بالاست. پس تو هر شرایطی که بازار سریع تغییر میکنه نگرانی نداری. همه اینا باعث شده HYCM انتخاب اول خیلی از تریدرها باشه. با اینکه HYCM بروکر خوبیه اما یه سری معایبم داره. مثلا اگر حساب معاملاتیت 3 ماه غیر فعال بمونه ماهی $10 بابت هزینه نگهداری از موجودیت کم میکنی. این هزینه برای کسایی که کمتر معامله میکنن میتونه اذیت کننده باشه. از طرف دیگه HYCM حساب سنت اکانت نداره. این نوع حساب ها که با سرمایه خیلی کوچیک قابل استفاده هستن معمولا برای تازه کارها خوبه. اما توی HYCM باید از حساب های استاندارد یا بالاتر استفاده کنی که ممکنه برای کسایی که دنبال سرمایه گذاری کوچیکتر هستن مناسب نباشه. HYCM از 2 پلتفرم معروف یعنی متاتریدر 4 و 5 پشتیبانی میکنه. متاتریدر 4 برای تازه کارها و تریدرهایی که تو فارکس فعالن خیلی عالیه چون رابط کاربری ساده‌ای داره. اما اگه دنبال امکانات پیشرفته تر هستی متاتریدر 5 گزینه بهتری. جالبه بدونی این بروکر یه پلتفرم اختصاصی به نام HYCM تریدر هم ارائه کرده که کار باهاش خیلی آسونه. این پلتفرم ها علاوه بر نسخه دسکتاپ نسخه موبایل هم دارن. پس هر جا باشی میتونی معامله کنی. HYCM همچنین امکان ساخت حساب دمو رو فراهم کرده که برای تمرین و یادگیری ترید بدون ریسک پول واقعی عالیه. یکی از مزیت‌های بزرگ HYCM تنوع روش‌های واریز و برداشتشه. میتونی از روش‌هایی مثل واریز ریالی، بیت کوین، تتر یا حتی سیستم‌هایی مثل
اسکریل استفاده کنی. برای ما ایرانی ها امکان واریز و برداشت ریالی یه آپشن خیلی خوبه، چون نیازی به تبدیل ارز نداری. سرعت انجام تراکنش ها هم بالاست و معمولاً بدون دردسر انجام میشه. علاوه بر این امنیت پرداخت‌ها تو این بروکر تضمین شده، پس میتونی با خیال راحت پولت رو جابجا کنی. HYCM طرح‌های تشویقی جالبی داره. مثلا اگه حداقل $400 واریز کنی، یه اشتراک رایگان از سایت‌های تحلیل معروف مثل Financial Source یا SeasonX میگیری. اگه اولین واریز $500 باشه، حتی 1 ماه اشتراک رایگان سایت محبوب تریدینگ ویو رو هم میتونی بگیری. این ابزارها بهت کمک میکنن که بازار رو بهتر تحلیل کنی و استراتژی هات رو تقویت کنی. این طرح‌ها برای کسایی که تازه میخوان توی فارکس شروع کنن یا دنبال ابزارهای حرفه‌ای هستن خیلی جذابه. یکی از دلایل محبوبیت HYCM اعتبار بالاشه. این بروکر تحت نظارت سازمان‌های معتبری مثل FCA انگلستان و DFCA دبی که از سختگیرترین نهادهای مالی دنیا هستند. این یعنی فعالیتش کاملا قانونیه و شفافه. HYCM همچنین از تکنولوژی‌های پیشرفته برای امنیت اطلاعات و تراکنش‌ها استفاده می‌کنه. این باعث میشه که پول شما توی محیط امن باشه و با خیال راحت معامله کنید. اگه دنبال یه بروکر با سابقه، امن و با امکانات متنوع هستی، HYCM انتخاب خیلی خوبیه. چه تازه کار باشی، چه حرفه‌ای، میتونی از حسابها و خدماتش استفاده کنی. اما اگه دنبال سنت اکانت با سرمایه کوچک هستی، شاید بهتر باشه گزینه‌های دیگر رو هم بررسی کنید. در کل HYCM برای کسایی که جدی دنبال معامله گری و سرمایه گذاری تو بازارهای مالی هستن یه گزینه قوی و مطمئن. ممنون که تا پایان ویدیو ما رو همراهی کردید. شما میتونید برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر درباره بروکر HYCM به وبسایت brokerspa.com مراجعه کنید. یادتون نره